به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود بینندگان گرامی و هموطنان عزیز به برنامه خودتون باز چی گپ خوش آمدید. حالا همراه برادر بابا جان قیمزاد هستم و انشاءالله مرور به حوادث و اخبار امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از خبری تخریب خط برق سنگ توده در منطقه پل خمری افغانستان. برادر عزیز، خیلی که خبر داریم از افغانستان در منطقه پل خمری خط برقی سنگ توده در اونجا بر اثری حمله یا که بر اثری انفجاری بمب تخریب شده است و ویران شده است و مقامات افغانستان گفتند که این مشکل در همین روز مدت امروز حل خواهد شد و میگویند که این خط به منطقه این خط که از تاجیکستان برق تاجیکستان میاد به منطقه های زیاد پروان، کابل، میدان وحدت و دیگر منطقه های افغانستان این برق میاد، حتی بغلان، قندوز. یعنی این از تاجیکستان میاد، از قندوز شروع کرده بغلان، بعد پل خمری، بعد این چوریکور یعنی اونجا و بعد اون میرود پروان، بعد کابل و حتی به میدان هوایی و به دیگر جا هم برق میدهد. و چطور میدونیم خود کابل هم بیش از 7 میلیون اهالی دارد، یعنی یک خود کابل و این برق زیاد میرود و این را میگویند این به نظرم که این اولین حادثه نیست که چنین بمب ها چنین مشکلات در خط های برقی که از تاجیکستان به افغانستان برق میدهند رخ داده است. ببینید شما در این مسئله فقط مسئله تنها یک خودی حادثه نیست، برای ما مسئله جای دیگر است. بله. شما تصور کنید که میگفتند ما در زمستان برای آن به افغانستان برق میدهیم که این یک تعدادی که برق میفروشیم اون رو حجم خیلی کم است ما اون رو حفظ کنیم. بله. وقتی که شما این گزارش نهادهای افغانستان رو میبینید با چقدر ولایت‌های افغانستان این برق میرسد تصور کردن نمیتوانید. واقعا شاید از تمام تاجیکستان، تمام منطقه‌های تاجیکستان همین تعدادی اینجا گزارش شده است در افغانستان این نیروی برق زیادتر است. بله. شما تصور کنید قندوز چقدر منطقه بزرگ است. بله. با قندوز برق میدهند، با کابل برق میدهند، با بغلان برق میدهند. هر کدام این به اندازه از ولایت ختلان ما بزرگترند. درست است؟ بله. ولی چرا مردم ما با صاحب برق نیستند؟ بس کدام قیمت با این برق میفروشند؟ از حق مردم میدزدند، با کی میفروشند؟ بر افغانستان. از طرف دیگر اگر حداقل این برق رو به افغانستان میفروشند پولش به بودجه دولت ببرند، برای چی پسند تو در خرجدار است؟ اینها اصلا با کی میخواهند بازی کنند؟ از اونی که میروند برای یک سبزی رئیس یک بازار رو عوض میکنند برای اینکه نرخ سبزی 1 سومان شد. مسخره بازیه که برای خاک پاشیدن به چشم مردم میکنند. بیایند اینها رو ببینند، بیایند دروغ‌هاشون برای مردم آشکار کنند، ببینن مردم دیگر کودک نیستند، به عقل نیستند. امروز این خبر رو مردم خواند حتما فکر میکند، حتما میپرسد چرا این برق به افغانستان داده میشود برای به مردم تاجیک نه؟ اگر به افغانستان این برق فروخته میشود پولش کجا میرود؟ چرا کسی این رو به مردم گزارش نمیدهد؟ چی مگر مردم برای شما رمای گوسفند است که شما هر کاری دلتون میخواد با پول او، با دارایی او، با سرمایه او، با اندازی او، با همه چیزی او میکنید و هیچ کسی هم هیچی از مردم خود هیچ چیز نمیپرسد و با او هیچ گزارشی نمیدهد. از طرف دیگر سنگ توده به خاطر قرضدار بدنش از انداز آزاد میشود. پس کجا رفت است این پول؟ این رو بیاین آشکار کنند. این قضیه برای ما خیلی پهلوهای دیگر چیزا رو روشن میکند، آشکار میکند و این باید برای مردم، منصبداران وظیفه دار هستند، مردم باید از این بپرسند، بیاین برای مردم جواب بگن برای این کارشون. وقتی برق اینقدر چیزی کلانی برق فروخته میشود بیاین بگن. از طرف دیگر شما ببینید همیشه مردم رو از افغانستان میترسونن که افغانستان جنگ دارد، فلان دارد، این دارد، اون دارد.
چگونه است که افغانستان با اون جنگ زدگی به اصطلاح شما، با گفت شما افغانستان ویرانه، افغانستان عقب مانده، میگیرد برق میخرد به مردم خودش میدهد، شما نمیتونید به مردم خودتون برق نمیدهید. بله. این چی مسخره بازی است؟ مردم دیگر گاو نیستند، کودک نیستند، اینو درک میکنند. باید به این مسائل جواب بگویند مقام دارم. بله ببین همین حادثه رو شد و ما همین مسئله رو بحث میکردیم. یکی از دوستان گفت که تاجیکستان وقتی که در زمستان بخواهد که برق را قطع کند یا کم کند، اون طرف که به اون طرف یک قراردادهای اقتصادی کردگی هستند، اون طرف شاید که دیگر از تاجیکستان برق نخرد و دیگر میل کند به ازبکستان دیگر. منم در جواب خیلی بسیار عادی گفتم که بسیار خوب، وقتی که اگر تاجیکستان میگوید به طرف مقامات افغانستان که ببین ما به خاطر اینکه مردم خودمون برق ندارد، ما در زمستان این حجم برقی که در تابستان با شما میفرستیم خیلی کم میکنم. باور میکنید اون طرف افغانستان یک احترام قائل میشد نسبتی که اینها در فکری مردم خودش هست. بله. ولی متاسفانه چه خیلی که پیشتر هم در رسانه‌های افغانستان آمده بود که تاجیکستان به خاطر مقامات تاجیکستان به خاطر اینکه با پول بیشتر در افغانستان میفروشند به مردم خود اون برق را نمیدهند و به ما میفروشند. و این هم در رسانه‌های افغانستان خیلی مطرح شد که ببین مقامات تاجیک برای یک سنت بالا بودن، یک سنت بالا شدن این برق رو به افغانستان میفروشند. یک مسئله دیگر خیلی واقعی است. ما بله تا حال معلوم نیست یک چیزی که مردم بدونند که درست شما میگویید که به افغانستان برق میفروشیم. بله. بله. حجم اون را شما معین کنید چند و چقدر انداز پول که میاد. بله اون بودجه ما از این فروش برق چقدر است معلوم نیست. بله. متاسفانه تا امروز نگفتن که مقامات ما که بسیار خوب این ما برق رو میفروشیم در بدلش این قدر به بودجه فایده میاد. مثل اینکه تلکو است. بله. از برق را با بسیار ارزان میگیرد و همه از امتیازها برخوردار هست، از اندازها آزاد هست و در بدلش میاد برای ما یک عدد کمی بله. برای اون میگویند به بودجه میفرستند، در حالی که با بسیاری از همون سیاستمدارای تاجیک در این مسئله دخالت کردن و گفتن که اگر ما همین برق رو هیچ چیز نه، همین برقی که تلکو میگیرد همین رو در تلکو نتیم در دیگر کس بفروشیم، فایدهش از بیشتر از این تلکو هست. بله. این چنین در همین مسئله یکی از مسائل همین کارشناسی مسائل اقتصادی گفت که این حجمی که حکومتداران ما میگویند که به افغانستان میفروشیم چند برابر بیشتر است، واقعیت چند برابر بیشتر از این است. ولی عجیب است که اول درویش میگویند و بعد خیش. اینقدر مردمی یعنی مقامات ما اونقدر یعنی دلشون میسوزد به مردم افغانستان که برای اونها بتین، اونها هم همسایه ما هستن، اونها هم یک، ولی پیش از این که برای یک نفر بتی اول خودت خانه خودت رو گرم کن بعد به همسایت بده. ببین اصلا مسئله این نیست که اونها در حیاتاً اونها برای مردم افغانستان به پول برق نمیدن. درست؟ این برق رو به مردم افغانستان هدیه نمیکنن. درست. این برق رو میفروشن. درست؟ بله. ولی حداقل همون پول اون برق برای ملت خودشون مصرف کنن. چرا این مصیبت اینجاست؟ من نمیخوام مثلا بگم که اینها به افغانستان برق ندهن، ولی چگونه است وقتی مردم ما در این مدت از نبودن برق شدیداً از در عذاب هستند، اینها میگویند که ما به افغانستان برق میفروشیم و کم میفروشیم، کم میدهیم، دروغ همش به چشم مردم خاک میپاشند. ولی آخر این گونه حادثه ها هست. یا اینکه گزارشی که قبلا اشرف غنی درباره وارد کردن برق از تاجیکستان داده بود که این بازی های این دروغ های حکومت رو خیلی آشکار کرده بودن. همه اینها آشکار میکنن مشکلات رو. درست؟ واقعیت ها رو روی آب میارن و ما میخواهیم از حکومتداران بپرسیم حکومتداران محترم، ما ناامنی نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم که همونی که امروز ما آشکارا دیده ایستادیم شما دروغ گفته اید با مردم
و مردم دروغ گفتید که به افغانستان کم برق میفروشیم به خاطر اینکه چیزها خراب نشود ما برق کم در زمستان میدهیم. ما در حالی که میبینیم که شما به چقدر منطقه افغانستان برق بوده ایستاده. از یک طرف، از طرف دیگر پولی که اینجا میرود، برق که رفته است، هیچی. برق که به مردم ما ندادید. در مردم عذابش را میکشد. به همین خاطر به اصطلاح حتی که مسخره سازمان‌های بین‌المللی هم شدیم و تپک هم در چیزهای رسانه‌های بین‌المللی یکی از چیزهای استراتژی یکی از محصولات استراتژی تاجیکستان حساب شد دیگر. از برکت وجود شما مسئولین. ولی مسخره است این که پول این کجا رفته است؟ چرا برای این پول این را برای مردم مصرف نمیکنید؟ چرا اندازه این را نمیبرین بسپارین به حکومت؟ این کجا میرود؟ اینا بیاین شفاف باشید، آشکار به مردم گزارش بدین، بفهمونید مردم. ما ناامنی نمیخواهیم. اگر همین خواستیم از شما این ناامنی است، باز ما را تروریست و افراطگرا نگویید. ما همین رو میخواهیم. شما به افغانستان برق فروختید، چقدر برق فروختید؟ شما دروغ میگویید، دروغ گفتید که ما به افغانستان کم دادیم، در حالی که اینجا آشکار میشود که چقدر برق دادید. مردم خود برق ندارد. مردم تاجیک چقدر برق میگیرد در یک شب و روز، در همین شب و روز مخصوصا. که خب حالا که به مردم این ظلم را روا دیدید، برقش رو، حق ملت خود رو گرفتید، به دیگران فروختید. حداقل همون پولی که از دیگران گرفتید کجا شد؟ کجا اون رو مصرف کردید؟ چرا با مردم گزارش نمیدید؟ حتی در مسئله پولش اگر نگاه کنیم دوستی عزیزم، نه اینکه به مردم پول میدهد. این برق تاجیکی 1.5 میلیارد در مدت 2-3 سال اخیر، این چیزی که رسمی هست، 1.5 میلیارد سومونی قرضدار است، معلوم نیست. آخه از این که ما در مسئله سبزی، یعنی با این مردمی دهقان با صد عذاب این محصولات رو میارد، ولی باز اکثر اونها چی میشوند؟ باور کنید مردم دهقان برای پرس که شما از محصولاتتون چی قدر فایده میبینید، یا فایده ناچیز میبینن و در اکثر حالت 100% بانکرات یا که ضرر میکنن. درست است. ولی اون 1.5 میلیارد معلوم شد که در 2 سال اخیر و 3 سال اخیر همین برق تاجیک 1.5 میلیارد سومانی را قرضدار شده است. بسیار خوب. ما میپرسیم که بسیار خوب اینا کجا شدن؟ آخر وقتی که یک پول یک جا می شود معلوم است باید کجا برود. بله. ولی ما داریم درباره سبزی و درباره مثلا محصولات دهقان و درباره صراف و درباره صاحبکار بیچاره و درباره ژورنالیست، اینها همه قانون رو میخواهیم تحمیل بکنیم، ولی چیزهایی که واقعیت دارد که مردم با چشمهایشان میبینند از اونها چشم پوشی میکنند که در اینجا اگر در سبزی اگر چند سامانی و چند هزار سامانی باشد، در این برق میلیارد ها هست. مقامات روسیه از بیرون شدن اسلامیان معتدل در تاجیکستان ناراحت هستند، نگران هستند. یک کارشناس مشهوری روسی به نام اندری کازانتسیو اون گفته است که واقعا مقامات روس از اقدام‌های اخیر حکومت خیلی ناراحت هستند و مقامات روس در این وضعیتی که حاضر دارند، مشکل در سوریه، در اوکراین، در دیگر جا دارد و این تحریم ها و این مشکلات ها، نمیخواهد یک مشکل دیگر به سرش بیاید و از این خاطر این گفته است که مقامات روسیه از مقامات تاجیکستان میخواهند که عاقلانه رفتار بکنند و سبب نشوند که باز یک مشکل، یک ناامنی دیگر در منطقه را ایجاد بکنند. و بسیار واضح گفتند که اکثر کارشناس های روس در مسئله ممنوعیت حزب نهضت و اعتراض اعلام کردن نظر انتقادی دارند و این عملی مقامات را چی میگویند؟ میگویند که یک اقدامی اشتباهی استراتژی بوده است. بله. ببینید واقعیت هست این. چرا؟ چون روسیه در تاجیکستان منافع زیاد دارد. در تاجیکستان ارتش خود را دارد و میخواهید نمیخواهید آسیای مرکزی یکی از منطقه های تحت نفوذ روسیه است. درست؟ بله. هر یک حالتی که در روسیه در آسیای مرکزی به وجود می آید به واسطه به روسیه تعلق دارد.
هر یک حالت. بله. بخصوص اگر در حالتهای بحرانی، برای مثال اگر شما تصور کنید خدای نخواسته یک آرامی در تاجیکستان با وجود بیاید، میخواهید نمیخواهید پای روسیه با اونجا کشیده میشود. بله. مجبور است. بله. از طرف دیگر شما ببینید اکثریت گروه هایی که امروز در تاجیکستان میره اگر وارد شوند از مثلا مرزهای به اصطلاح از بیرون مرزها، بله، اونها بیشتر طرف خودشان روسیه را میبینن، نه حکومت تاجیکستان. بله. چون که اونها حکومت تاجیکستان را اصلا هیچی نمیشمارن. بله. و اونها با این باور هستند که ما با روسیه می جنگیم، نه با بله. حکومت تاجیکستان. درست؟ بله. در چنین شرایطی حکومت ما کار میکند که وضع رو بدتر میکند با تصمیم های غلطی که میگیرند، با یک مثلا یک گروه یا توده‌ای که اومدن امروز در رهبریت حکومت متاسفانه و همون اندیشه و افکار همون دوران جنگی، بله. پسیخولوژی تهدید و سرکوب، اینها میآیند فضا رو یک گونه میکنن که روسیه که امروز در اوکراین مشکل دارد، در سوریه مشکل دارد، در وارد مشکلات زیاد شدگی است، در چندین جای دیگر. از طرف دیگر مشکل تحریم ها، بله، پروبلم اقتصادی. حالا در همین حالت دوباره شما تصور کنید که در تاجیکستان هم یک مشکل دیگر با وجود بیاید، یک جبهه دیگر باز شود. این برای روسیه اصلا خوشایند نیست. اگرچه بیشترین ضرر رو در چنین حالت باز هم ملت ما، کشور ما میبیند، ولی روسیه هم ضرری کم نخواهد کرد در این حالت. ولی متاسفانه این گروهی که در رهبری کشور ما رو به دست گرفتند امروز بر اساس یک منفعت‌های کوتاه مدتی خود عمل میکنند، دوراندیشانه عمل نمیکنند و این همه را نگران کرده است. نه تنها کارشناسان روس، حتی کارشناسان بین المللی منطقی که از سیاست، از واقعیت ها آگاه هستند، با این رفتارهای حکومت نگاه انتقادی دارند. بله. و این است که مثلا ما میبینیم که روز به روز حکومت در همون حالتی که دارد مثلا از هر طرف تحت فشار قرار میگیرد، در انزوا قرار میگیرد. میخواهیم نمیخواهیم آینده با چنین سیاست گذاری، نمیدونم تهدید به ژورنالیست، به جامعه شهروندی، سرکوب کردن به صاحبکاران و یک محدود کردن این استفاده فقط یک گروه محدود از امکانات و ثروت‌های ملت کشور، تمام اینها میخواهید نمیخواهید عکس العمل با وجود میارند در جامعه، و چی در جامعه داخلی کشور و چی در جامعه بیرون کشور. و این است که تنها روس‌ها نیستند در اینجا به چنین نظر، اکثریت کارشناسان بیرونی هم غیر روس‌ها هم بر این باور هستند که این حرکت‌هایی که حکومت تاجیکستان میکند واقعاً یک حرکت‌های آخری که کرده است دیوانگی محض است، از روی یگان عقل و منطق نیست. یعنی پیامدهای مثبت هم نخواهد داشت. البته. یعنی واقعاً هم اگر نگاه کنیم یک کارشناسان روسی مثل که شما گفتید، بلکه کارشناسان امریکایی، اروپایی، ترکی، هر طرف منطقه را نگاه میکنید از این ناراحت هستند، از این عملی حکومت که چرا مثلا با بهانه تروریسم میآید مثلا یک مخالف معتدل خود را سرکوب میکند و بسیار با بیرحمی. بله. و چنانه که خبری که از دیروز اون مسئله پرونده محبوسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو اگر شما ببینید، یک تصور باشه در این مسئله، ببینید که بسیار عجیب یک نوع رفتاری میکنند که واقعا یک آدم‌های خطرناک، یا اونها القاعده هستن یا داعش هستن یا کی هستن، چنان رفتاری میکنند که آدم حیران میموند که یک محمد علی حیاتی که اینقدر یک وطن دوست یا دیگر هر کسی که اونجا میبینید تعجب میکنید. پس این است که مشکل در سر این است که باید مقامات تاجیک تا امروز مثل که همین روس اینجا هم گفته است که مقامات تاجیکستان در تاجیکستان همین عادت دارند که هر چیزی که اونها میگویند باید همون شود و همون حادثه‌ای که با ایران هم شد همین بود. یعنی این چیزی که ما کسی را تروریست گفتیم، شما بدون فکر و بدون یگان رعایت وضعیت شما اون را تروریست بگید، در حالی که اینطور نیست.
درست است. و این روس هم میگوید که این کارشناسی روس کازانتسیو که اینها عادت کردن و این چیز خیلی نگران کرده است. این تحلیل های کارشناسان روس حکومت تاجیکستان رو خیلی نگران کرده است که چرا این تحلیل های انتقادی علیه اقدامات اون انجام میدهند. بله. حکومت ما وقتی که در داخل کشور یگان وقت نشده است که مخالفت به رأی او شده باشد. با هم حکومت امروزه مخالفت جدی. بله. حتی پارلمانی که خودشون انتخاب کردن امروز انتخاب نه انتصاب کردگی هستند. بله. چند نفر آوردن در یک جا به نام پارلمان جا کردن. تا امروز کدام قانون رو پارلمان ما رد کرده است؟ بله. شده است یگان جای شما دیدید که یک چی رو که از طرف پرزیدنت یا از طرف یک نهاد حکومت پیشنهاد شده باشد پارلمان ما رد کرده باشد. کمترین مخالفت رو اینها ندیدن به خود. فکر میکنن که باید در تمام دنیا اینها همین گونه عمل شود. هر چی که اینها خواستن خیال میکنن که دنیا هم پارلمان اینها هست، اینها هر چی دستور دادن باید امضا کنن. مثل همونی که در یک چیزی خود زندگی میکند و فکر میکند که در همون آبچه‌ای که زندگی میکند فکر من همون خیلی فکر میکنم. در مسئله پارلمان گفتید یک قصه از یکی از سیاستمداران تاجیک به یادم آمد که وقتی سوال شد که شما در پارلمان، اون وقت اونها در پارلمان بودن از حزب‌های مخالف، بعد اونها پرسیدن که بسیار خوب شما در این مدتی که بودید حتی یک بار هم مخالفی دستوری یا فرمان رئیس جمهور یا قرار رئیس جمهور یگان بار مخالفت کرده؟ گفت بله در یک جا مخالفت کردیم. بعد گفتن که در کجا؟ در همون جایی که رئیس جمهور گفت که مرا جناب عالی نگویید. ما گفتیم که نه ما حتما شما را جناب عالی میگوییم، نه اینکه تنها جناب عالی. امروز پیشوای ملت و اساسگذاری صلح و وحدت و دیگر عنوان‌های دیگر. دوستان گرامی، این بود برنامه بازشگر. تا برنامه بعدی خدا حافظ و مددگار شما باشد. سلام.